وقتی شعرهای مولانا رو میخوانیم تنها چیزی که هست که وقتی هر کدام شعرش که میخوانیم ما را به اوج میبره. وقتی 11 سال در مکتب میانه میخوانیم 4 سال در دانشگاه اگر از این بود بخبر باشیم خواننده مؤسسه یا خواننده یک دانشگاه عالی بودن ما معلوم نیست. پاکستانی بهترین با زبان تاجیکی قدر خوشگاه شده است. تشکر. روز بخیر دوستان عزیز، برنامه نگاه شما از منظورتان با شما هستم دیلودار آبشویوا. اینک ما به مناسبت 30 سپتامبر یعنی روز بزرگداشت و جشن میلاد مولانا جلال‌الدین بلخی تصمیم گرفتیم که میان مردمان نظرسنجی را برپا نماییم. اینک بیاید یک جای میبینیم که مردم ما تا چه اندازه درباره جلال‌الدین بلخی معلومات دارد. نوابسته از هوای بارانی ما میرویم تا نظر مردمان را برای شما پیشنهاد نماییم. رفتیم. سلام علیکم. سلام علیکم. ما تمنا امروز روز 3 سپتامبر است، مصادف است با روز مولانا جلال‌الدین بلخی و مولانا جلال‌الدین بلخی یکی از شاعران بزرگ البته گفته میتونم که آسیای میانه هست و به بلخ تولد شده. پسر شیخ بهاءالدین است. از کجا میدونید که امروز روز جلال‌الدین بلخی؟ این شاعر در همه جا شناخته میشه برای که شاعری با معرفت است، با علم است. ایجاد زندگی بهترین. نه من ایجاد زندگی نمیکنم، لیکن ایجاد زبان گرفتم مثلا راه در گشت میکنم. یاد گرفتن. بسیار خوب. شما گفتم میتونید که امروز کدام روز است در تاجیکستان؟ نمیدونم. نمیدونید؟ مولانا جلال‌الدین بلخی رو میدونید؟ مثلا گوش کردم. رومی میگویند. نه رومی نمیدونم. بسیار خوب. نمیدونم. درباره مولانا جلال‌الدین بلخی یا خود رومی یگان شعر یگان ایجادیاتشون رو میدونید؟ یگان چیزی میتونید برای ما؟ مقصد برای رومی عالم هستم، عالمی مقصد بعد شاعری نویسم. جلال‌الدین بلخی میشناسه؟ شاعر سیانکا کردستی؟ ما از پرس تیجی یگان وای نیست. جلال‌الدین بلخی رو میشناسه؟ بله. کی است؟ شاعره. چی میدونید باز درباره وی؟ ما درباره جلال‌الدین یعنی از غزله‌اش میدونیم. میتونید یک غزلشون رو قرائت کنید؟ مرحمت. آنها که طلبگار خدایید بیرون ز شما نیست، شمایید چیزی که نکردید گم از بار چه جوید اندر طلبی گم نشده بار چرایید. اسمید و حروفید و کلامید و کتابید جبریل امینید و رسولان خدایید. در خانه نشینید مگردید بر سو زیرا شما خانه و خانه خدایید. تشکر زیاد. بهترین. سلام علیکم. خودتون رو معرفی میکنید؟ من رخیمی سنجر. بهترین. امروز کدام روز است؟ روز 30 سپتامبر کدام روز است در تاجیکستان؟ نمیدونم. خب میتونه درباره مولانا جلال‌الدین بلخی برای ما کمی معلومات بده؟ باشد، چون خودم که متخصص ساحه زبان ادبیات هستم. جلال‌الدین بلخی یکی از سیماهای برجسته در تاریخ ادبیات و در ادبیات تصوف است، چون جلال‌الدین بلخی وقتی که ما جلال‌الدین بلخی میگوییم یا جلال‌الدین رومی میگوییم در پیش ما تمام اثرهای پند و اخلاقی و مخصوصا مثنوی معنوی میستد که چون میگویند مثنوی را هر که خواند صبح و شام آتش دوزخ شود بر او حرام. سالی 1207 و به دنیا آمده است. یکان شعر نمیدونید؟ یکان بیت باشه، دو میسره باشه؟ بله. سلام، وقت شما بخیر. وحیده محرمی هستم. امروز روز 3 سپتامبر است که مصادف است با بزرگداشت از سال روز مولانا جلال‌الدین محمد بلخی و مولانا جلال‌الدین محمد بلخی یکی از شاعرها و عرفای است که در سرزمین بلخ تولد شده. لیکن من حوضی یاد نیستم رومی چی گفتن، لیکن بسیار در مشهور مثلا اقوال هست رومی دارن. باز یگان شخصیت رو میدونید که تعلق به جلال‌الدین بلخی هستند؟ یگان معلومات نداره؟ مثلا نه معلومات بسیار در ندارم. بسیار در مثلا همین مصرع شعری رو میدونید پیش هست از پیش تو چیزی نشد؟ مثلا من این خیلی میدونم اقبال لاهوری، بعد مثلا رومی این خیلی
جلال الدین معلومات درباره معلومات بسیار ندارم. مثنوی معنوی مولوی هست، قرآن در زبان پهلوی. چون وقتی که ما مثنوی رو می‌کشاییم و می‌خونیم با خود یک جهان اندیشه، یک جهان معنویات، یک جهانی خود را در یک جهانی دیگر یعنی تصور می‌کنیم. واقعا مولانا یک شخصیت خیلی بزرگ است و برای هم تاریخ ادبیات کلاسیک و هم تاریخ ادبیات معاصر شخصیتی است که از آثار مولانا هیچ چیز ندانستن و روزی مولانا رو ندانستن برای ما یکی از شعرهای معروفش که مرا مورد علاقه من هست، شعری که بسیار زیاد دوست دارم: بازا ارانچی هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا، بازا ارانچی هستی بازا. مولانا یکی آثار معروف مولانا مثنوی معنوی است که به زبان‌های مختلف در دنیا ترجمه شده. مخصوصا این انا همون کار و فعالیت استاد شمس تبریزی است. تشکری زیاد. وقتی که با شمس تبریزی واخورد، از او درس زندگی دیدیم، توانست که در راه زندگی در یعنی جاده اعجاز موفق شود. تشکری زیاد. بهترین بسیار معلومات خوب داره درباره ما البته تقریبا سال 2009 از افغانستان به کشور تاجیکستان مهاجر شدیم. ما به درسای ما بسیار به تاریخ درباره شاعرها در ادبیات ما میخواندیم. او قدرم به یادم نیست اما کم کم به یادم است، چون شاعر ماست باید ما درباره‌اش معلومات داشته باشیم. چرا رومی میگوییم؟ خب چون در بلخ تولد شده، در روم مخالفت است. تشکر زیاد. سپاسگزاری میکنم از طرف تمام دولت کشور خود ما، از جمله مردم افغانستان، از به نمایندگی از همشان، از جناب عالی امام علی رحمان تشکری میکنم به خاطر قدردانیشان از شاعرای در جمله آسیای میانه. مولانا جلال الدین بلخی تنها شاعر ما گفته نمیشه، بلکه شاعر تمام آسیای میانه هست. دیگه من از شما تشکری میکنم. سلامت باشید. دوستان عزیز، این بود برنامه نگاه شما که برایتان پیشنهاد نمودیم. امیدوار هستم که برنامه برای شما پسند آمد. خیر با ما باشید تا دیدار آینده.